شاعر بود، بسیار شاعر معروف بود، به حد مخلصش به حد زیاد بود، عرب بود، از قبیله یمامه بود. یک مدح زیبا نویسان در حق محمد بود، ورقه را تای کش کرده آمد طرف مکه برای ایمان آوردن. بسیار آدم مشهور و معروف. در درون مکه آوازه پخش شد که اعشا آمده است. اعشا آمده است. همون هر جا باشه پیش محمد صلی الله علیه وسلم همون ایمان بیاره، هممون شرمنده میشیم. این اگر ایمان بیاره همه مخلصا شما ریگاش ایمان میاره. این سری رشک بیشتر نکن. او زمان ابو سفیان ایمان نیاورده بود. دیگه در آمد پیش احشا. گفت احشا کجا آمده؟ گفت این محمد میگم ایمان بیاره. یک شعر هم نویسید. ولی شعرش کتابا هست. یک شعر نویسیدم در حکم حضرت میگم ایمان بیاره. بعد ابو سفیان گفت که احشا تو میدونی که 4 چیز در دین محمد حرامه. یا شفیق کرده گفت چی هم؟ او یکم زنا حرامه، عرق نوشی حرامه، پیمان حرامه، این تنس و موزیک حرامه. میتونی؟ میگه احشا گفت خیلی گفت دیگر پیر شیدیم، دیگر زنای چی کردم میتونی؟ پیر شیدم. مسئله اگر عرق چه بگوید همین تا خوردم بجا زدم دیگر ایدیش هم نفرت دارد. مسئله پیماره بگوید اگر یک بازی که نمیدونی میبری نمیبری ایش هم یک چیزی خوبی نیست. مسئله تنس بازیش بگوید اگر دیگر رئیس این سال من چی تنس میزنم چی رقص میکنم دیگر مقصد لذت هم نداره برای ما. ابو سفیان گفت که این اپراسیون رقم یک نگذاشت. خب واریانت دیما میبینیم. احشا 100 شتری نرشتر داریم. فقط بر محمد ولی ایمان نمید. بگی 100 شتر برای خواهد میدونی را بفروشی اگر میلیون میشه برای خواهد گفت اگر باشد که ما این سال محمد اگر کشته بتونیم اگر ایقین بودش بتونیم 100 شتر در فایده بیمونیم ما شتر را ایترگه نمیدونیم. لیکن اگر باشد این آدم پیروز شود این آدم غلبه کنه بیا ایمان بیار اینجا هم 100 شتر ایترگه شوی خیلی بود. یکی محبوب خیلی از سوالی دیگر چی هایی؟ یه سوالی دیگر شده تپینیز 100 شتر خویده دا میمونم. یه 100 شتر ها حیقه آمد میگم به همین خانهش چند متری مونده بود. ای بالا شده با کلمه در زمین نزنم میبرم. صاحبای کتاب میگن وای بحوالی احشا که خدا داد و خدا گفتش این مهلت داد و خیلی سالی دیگر برادرای عزیز نمیخوام نماز هم میگوین پیشینه هم میخوام خیلی اصلا هم شما خفتن هم باشد جمع بخونم میگوی که شریعت در دست نیست میگیری جمعش میکنی میتیش مقصد بگیره قبول کن اون نماز هم میرن در سرت بزنی نماز تو بکی نکنه اون من در معقول نیست که یک مخلوقی گناهگار رو او خالق دارید جو معقول در عبارا میگه یک آدم نماز خونده سای خیلی سرشم میخوره کروشم میخوره یک آدم میگه میبینه میگه چه خیلی نماز نمازه میگه نمازش فاسد میشه میگه نمازی در پیش این که معقول نیست در پیش خدای که جو معقول برای همین دادر از هر یک دقیقه غنیمت هر دقیقه غنیمت نمیدونی کنیم یک مینوت از اثر چی آمده
دل میگه یک وجب راه هست بیدین از تو شادمانی خواه. یک وجب راه هست بیدین از تو شادمانی خواه. در سر مژگان چون اشک ایستاده ای هوشیار باش. یعنی اشک سر مژگانی حاضر نیفته یا پگاه یا این بود یا یک ساعت هست. این هم شروع در بیاد. ما برادرای عزیز و گرامی درباره زنهایی که احترام نمی‌کنند این قدر سخن زیاد گفتند که حتی به نام خدا و سر شکایت کردند. به نام خدا قسم شکایت آمدند که این چیه؟ فقط احترام مردک این زنک قدر این احترام نداره بگوید. برای همین کسی را اگر لازم باشد برادرای عزیز این تلفن پول درباره احترام مردکان ما همه گفتیم حقیقتا گپی آدم من تصدیق کردم. این ما درباره احترام مردکان زیاد گفتیم لیکن باز هم درباره احترام زنکان گفتم، ولی تا او حدی که زنها را ما میگفتیم مردا را قدر نداشتند. یکی امروز میبینیم که مردکان بسیار مردکای بی توفیق شدن بردار، مردکای بی مسئولیت شدن، مردکای بی رحم شدن. اینا با حاضر مقصد با ایسری نو، ایورکای نو، با کفتا و براورده و با هر جوی که بریم با مردکار هم در برابرش که اینجوری یک کمترک گفتم که درباره زن انشاءالله امروز مراجعت کنم سوتر رو رفتر میگیرم. انشاءالله من در حق همتون دعای وجود باشیم نباشیم دعا کنیم که از شما هم برادران همین یک خواهش داریم که فقط در حق ما در همین نمازها کنم دعا کنیم. برادر در حق برادر دعا کنم اگر در حضور هیچ کس نباشد ملائکه همون دعایی که در حق ما که در حق ملائکه هم دعا میکنه. برای همین دعا را در حق یادگار فراموش نکنیم. شما هم کاری که در همین شهرها هم دینداری کنه هم ملت کنه پس نزنید. یک سر منگلاتون رو وقتی شوخی میکنه مردم ببینن یا ببینه یک سر روی تازه تونه ببینن ریش نمونید ریش خشوب مون ساله میمونید ساله خشوب مون لباس بپوشید لباسی تازه بپوشید و پیغمبرتان که زیبا بود پیغمبرتان که بوی خوش داشت و کوچه میگذار بوی خوشش کوچه را میبرید تا هم باید منیخت جوانمرد باشید که سر رو وقت تازه باشد سری بروای مشتد نکیزنه رو وقتا بشور تازه و صابون این آوه در اینجا بید هر روز آوازی که تازه آب چیزا کنه شروع کرد همین یک آدم ببینه یک نفرم ببینه مقصد بگه کدام ملت نه کدام ملت مسلمان این چیزا را برادر من در همون مسکو یک آدم دیدم اگه به یکان بخت داده به یکان تحقیر صاف بخت دیدم نمیخواد در یک کسی بگم ما در همون یوشیمون خر داشتیم سوار میشتیم علف نمیدادیم در پشت یعنی خرمان جامعه به جامعه میپارد کنه اینن در خانه نم بچه میکنه در درون مگزین اینا اون مسکو در مسکو اون همون جامعه نمیدارید رواش دویدگی پختاش برمدگی در نمون داوری بگوی وجه چاک در حرمت قد مثال مگوز با در اینجا من سبتایت میشم با تو برادر مسلمان دیگی چیزی با سایت کشیده و خدا میترسه آدم ها ببینن نسبت بدن نگه آدم اقام برق حدیث گفته برای اصلی ما دیگه برداشت گیری با سارا نداره تازه حق کنید خداتونه برادر از خوشبویی کنید خداتونه دوی مثال زیبا کنید یا دیگر کنند در پیش یا دیگر کردن سیاه نکنید پیامبر یک کس آمد گفت حضرت پیامبر خودش گفت حضرت انس بن مالک روایت شده امام مسلم میاد میگه اتدرون من حسن او گزیده نمیدونید چیه گزیده گفتیم الله و رسول اعلم
خدا رسول میگه چه گزیده؟ گفت نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض یفسد بینهم. پیامبر گفت گزیدن این است که سخن یک آدم با یک آدم دیگه بودن تا بین اونها جنگ خرخشه بشه. این را بود میگن گزیدن. همین خبر گبیار نشین داده است که کاری بسیار است. شیخ سعدی میگه در برابر چون گوسفند سلیم، هم خیلی آدما میگن یه رنگ گوسفند همین کمالای ما که شویایی که در برابر چون گوسفند سلیم، در قفا چون گرگ مردم خواه. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواه آورد. این گفت این کار را دادرای جان نکنند. یا دیگر کنند نه در ملت بیگانه نه در ملت خودتان نفروشین گبر کردیاران. دو برادر از این چیزی که در اینجا من میبینم محلگران روشین، ما کلابیم، ما حصاریم، ما قرغانیم، ما غرمیم، ما فلانم. این گفت را نازده برادر عزیز علای مهربان در هر جای قرآن وقتی میگه یا ایها الناس، میگه همه مردمان رو جمع کنند. اینما المؤمنون اخوان، همه مؤمن خود در اینجایی، خود در عراق، خود در سعودی، خود در امریکایی ایمان داری. الله میگه همه شما مؤمن برادر نیست. محلگرایی در اسلام نیست برادر. این کارم هیچ وقت نکنید. او بچهای ما نیستند، او را در اینجا نمانید. این در شریعت خلال دارد. یک چیزی همی بیفهمی و بیفراستی همی وقتی ما محل برای داشته باشیم. همین هممون هم